بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم لکچر هفتم هست و در این قسمت وظیفه بعدی سلکت DML کامند هست و عبارت از سلکشن است بحث میکنیم. خب سلکشن چی هست؟ سلکشن در حقیقت انتخاب کردن رو ها می باشد و پروژکشن رو گفتیم که انتخاب کردن کالم ها هست. انتخاب کردن رو ها هدف این است که ما در کیوری خود شرطیه وضع کنیم. شرطیه وضع کردن در کیوری در حقیقت روهای مختلف را بر ما یا ریکاردهای مختلف را بر ما فیلتر میکنه. خب در این قسمتی که ما شرطیه چطور وضع میکنیم، ایره در این قسمت از ویر استفاده میکنیم. در اینجا ویر و نوشته میکنیم که select کالم ها را مشخص می نماییم، بعدا نام فرام استفاده می شود و نام تیبل ذکر می گردد و در این قسمت ویر استفاده می شود. خب ویر را که ذکر کردیم در اینجا شرطیه برش ذکر می شود، کدام کالم یا کدام ولیو باید برای ما کدام قیمت ها را می خواستیم یا کدام کالم ها را می خواستیم، در اینجا شرطی خود را وضع می کنیم. چیز دیگری که در اینجا ذکر شده به شکل نوت این است که هرگاه کرکتر را می خواستیم باز در آن صورت در داخل سینگل کوتیشن باید درج گردد. هرگاه در شرطیه می خواستیم که کرکترها را سرچ کنیم یا در شرطیه می خواستیم که شرطی ما به اساس کرکتر یا متن فیلتر نماید، متن باید در داخل سینگل کوتیشن درج گردد. ولی که ما چطور شرطیه وضع میکنیم؟ شرطیه خود را به اساس اپراتورهای ذیل عیار میکنیم. شاید ایکوال را استفاده کرده باشیم، شاید نات ایکوال را استفاده کرده باشیم. نات ایکوال را به دو طریق ما نوشته کرده میتونیم، هم این طریق نوشته کرده میتونیم و هم این طریق نوشته کرده میتونیم. و اگر قیمت های بزرگتر از قیمتی داده شده میخواستیم و یا قیمت های بزرگتر و مساوی از قیمتی داده شده را میخواستیم، از این سمبل ها استفاده میشد و اگر قیمت های کوچکتر را میخواستیم از اینها استفاده میشد. در این قسمت یک اپراتوری بعدی هم داریم به نام بیتوین و این بیتوین به خاطر فیلتر کردن قیمت های داده شده در بین قیمت های داده شده استفاده می شود. مثلا دو قیمت بر ما داده می شود و قیمت های داخلی آن اگر منظور ما باشد باز از بیتوین استفاده می کنیم و آن تمام قیمت ها را بر ما فیلتر می کند. و اگر نات را همراهش استفاده کردیم بعدا قیمت هایی که بین دو قیمت داده شده یعنی قرار دارن آنها را بر ما فیلتر نمی کند یا نشان می دهد، متباقی را نشان می دهد. یک اپراتور دیگر هم داریم در این قسمت ان اپراتور هست و ان اپراتور به خاطر مشخص کردن چندین قیمت داده شده. اگر می‌خواستیم چندین قیمت مشخص را ذکر کنیم و در بین چندین قیمت مشخص ریکاردها را یا به اساس آن ریکاردها را فیلتر می‌کردیم و از ان استفاده می‌کنیم. و اگر نات را استفاده کردیم باز نات در آن صورت آن قیمت‌هایی که ما ذکر کردیم آنها را فیلتر نمی‌کند، متباقی را برای ما فیلتر می‌کند. خب اگر خواسته باشیم که فیلتر به اساس متن صورت گیرد یا به اساس کرکترها صورت گیرد باز در آن صورت از لایک استفاده می شود. مثلا لایک هست که میگیم که به خاطر سرچ کردن استفاده می شود و در ضمن امرای لایک وایلد کارت ها استفاده می شود. این که وایلد کارت چی هست؟ وایلد کارت در حقیقت به خاطر تعویض کردن یک و یا چندین کرکتر در به خاطر سرچینگ برای دیتا وضع می‌گردد. اینکه اگر ما نفهمیم که متباقی کرکترها چی هست بعدا در آن صورت وایلد کارت استفاده میشه. خب در این قسمت دیگر نوت هم ذکر شد اینکه وایلد کارت ها را ما امرای لایک اپراتور استفاده میکنیم نه اینکه امرای اپراتورهای دیگر. خب وایلد کارت ها را که در اینجا ذکر کردیم کدام وایلد کارت ها هست؟ اول این علامه فیصدی هست. علامه فیصدی به این منظور استفاده می شود که مثلا اگر خواسته باشیم که آغاز یک کلمه با چی شده باشد یا ختم آن با کدام حرف شده باشد و یا کدام حرف را در خود داشته باشد باز در آن صورت از این علامه استفاده می کنیم. خب اندرسکور هم در اینجا داریم، داش نیست بلکه اندرسکور هست و این به خاطر تعویض کردن یک کرکتر استفاده میشه. مثلا یک کرکتر را نمیفهمیم، وقتی که نمیفهمیم در آن صورت از اندرسکور استفاده میکنیم، کرکترهای دیگه را برای ما سرچ میکنیم.
خب به می اساس اگر خواسته باشیم که یک لیست قیمت ها را تعیین کنیم یا یک لیست از کرکتر ها را تعیین کنیم که هرگاه با این کرکتر ها آغاز شوند یا با این کرکتر ها ختم شوند آنها را برای ما فیلتر کند. و اگر می خواستیم که در بین لیست چیزی که ما ذکر کردیم آنها را برای ما فیلتر نکنیم، متباقی را فیلتر کند، در آن صورت از این علامه استفاده می شود و یا از علامه نات استفاده می شود. خب می‌بینیم بریم که چطور عمل اینها را انجام دادم. می توانیم در این صورت میم سیکول سرور رو باز میکنیم، کنکت میگیم و بعدا به دیتابیس میریم. در این قسمت تیبل های خود را، این دو قیمت را داریم، تیبل داریم. در اینجا میم نوشته میکنیم که خب ابتدا باید که و دیتابیس مربوطه خود بریم نوشته میکنیم که select all from employee info. خب هرگاه این کیوری را اجرا کنیم در حقیقت این سلکشن نیست بلکه پروجکشن هست، چون که ما شرطیه وضع نکردیم. حال میخواستیم که شرطیه وضع کنیم، مثلا این که کسایی که در دیپارتمنت اول کار میکنن یا دیپارتمنت آی سی تی آنها کیها هستند برای ما مشخص کردن. به خاطر آن نوشته میکنیم که select مثلا خب کالم ها را هم ذکر کرده میتونیم و در مجموع اگر میخواستیم ستار رو وضع میکنیم نوشته میکنیم from employee info. در اینجا شرطیه وضع میکنیم ویر نوشته میکنیم که دیپارتمنت آیدیش مساوی شده باشد به 1. خب فعلا همه ریکارد ها را برای ما فیلتر نمی کند، تنها ریکارد هایی را برای ما فیلتر می کند که به اساس یعنی شرطی ما را ست نماید. خب اگر این اجرا کنیم تنها 3 ریکارد را برای ما فیلتر می کند. اینی اشخاص هستند که در دیپارتمنت 1 کار می کنند. واسه هست، خب سمینه هست و خلیل هست. خب به این ترتیب میتونیم شرطی خود را طوری وضع کنیم کسایی که مثلا در کابل همراه ما کار میکنن یا در کابل هستن ادرسشون روشن میکنیم که select کن all from employee info. در اینجا ویر برش میگیم زمانی که ادرسشان مساوی شده باشد. به خاطر کرکتر گفتیم که سینگل کوتیشن باید درج گردد و در اینجا میگیم که کابل. و اگر کرکتر نباشد در اون صورت بدون سینگل کوتیشن وضع میگردد. خب اینی کسایی هستن که ما در کابل کار میکنن یا آدرسشان کابل هست. خب مثلا میخواستیم تمام مشخصات را نمیخواستیم، بعضی مشخصات را میخواستیم که مثلا first name را میخواستیم روشن میکنیم select first name را کار داریم، کامل last name را کار داریم، جابش را کار داریم و در ضمن اگر خواسته باشیم سالریش را کار داریم from employee info. در این قسمت ویر برش میگیم و در ویر خود شرطیه برش میگیم کسایی که مثلا خب کسایی که تیچر هستن ویر میگیم job is equal to چون کرکتر هست در داخل سینگل کوتیشن باید درج کرده. خب حال 3 مشخصه را برای ما فیلتر میکند و اساس شرطی که در اینجا وضع کردیم. بله 3 مشخصه first name last name job و در ضمن کسایی که در اینجا برای گفته بودیم امروی ما تیچر باشن آنها را برای ما نشان بدیم. خب هرگاه خواسته باشه مشخصه بعدی را وضع کنیم همین ترتیب وضع کردن میتونیم. مثلا این دفعه جاب را نمیگیریم، از علامه فیصدی میگیم که سالری کسایی که مثلا خب میگیم بزرگتر هست از چند از 300 آنها را برای ما نشان بدیم. چند نفر داریم که از 300 سالری بیشتر را میگیرد. خب اینجا جاب ذکر کردیم، این جاب نیست بلکه سالری هست. بله درست شد. بله این 2 شخص هست، یکی وایس هست و یکی سمینه هست که سالریشان یا معاششان بیشتر از 300 هست. میخواستیم اگر خود 300 را شامل کنیم در اینجا علامه مساوی را هم روی ذکر میکنیم، فعلا 300 هم شامل شد و اگر 300 را نمیخواستیم باز علامه را از اینجا دور میسازیم. میدونید همه این علامه ها را ما استفاده کردن میتوانیم. خب این اپراتورها امروی اینها استفاده میشن. خب میتونیم میگیم که سالریش مساوی نباشد، به خاطر اینکه سالریش مساوی نباشد با 300 متباقی را برای ما نشان بدهد و در آن صورت میتوانیم که از این علامه استفاده کنیم. این هم به خاطر not equal مانا میدهد و این هم not equal مانا میدهد. هر دوش یک چیز هست، هر دوش به خاطر not equal هست. اگه در ران کنیم بله 3 ریکارد داریم و اگر در ران کنیم هم 3 ریکارد را برای ما نشان میدهد. خب به خاطر equal و غیره همه ایش به این ترتیب شرطی وضع میگردد و ریکارد های مختلف را فیلتر کرده میتوانیم. خب
اینجا چیز دیگری که داریم بیتوین هست. مثلا بیتوین آپریتوری هست که یک رنج را تعیین میکنیم و در بین آن رنج قیمت ها را برای ما فیلتر میکنیم. مثلا اگر خواسته باشیم بیر سالری کسایی که در اینجا بیر را در پایین نوشته میکنیم، میگیم بیر سالریشان مثلا نوشته میکنیم بیتوین کدام قیمت ها باشد، میگیم بین 300 و 400 باشد، بین 300 و در اینجا نوشته میکنیم 400. خب دو قیمت را مشخص کردیم که قیمت هایی که بین از این دو قیمت قرار میگیرد آنها را برای ما فیلتر کند. حالا اگر انتخاب کنیم میره اکسیکیوت نماییم، ولی در اینجا دو ریکارد، این ریکارد هایی هستند که قیمت هایشان بین 300 و بین 400 قرار گرفته اند. خود 300 و 400 هم شامل هست. مثلا اگر میخواستیم 450 نوشته کنیم 450 و بعد هم کیوری را اجرا کنیم، بله یک ریکارد دیگر هم در این قسمت شامل شد. خب بیتوین به خاطر است. اگر گفتیم که not between حال برعکس کار میکند، یعنی به این معنا که خود این قیمت ها را نمیگیرد، متباقی همه را برای ما نشان میده. دو قیمت داریم، درسته؟ خب بیتوین به این خاطر استفاده میشه. خب اگر خواسته باشیم که یک رنج را مشخص کنیم و در رنج میخواستیم که قیمت های خود را ببینیم، باز در آن صورت از این استفاده میشه. مثلا در اینجا میگیم در صورتی که سالریشان این نوشته میکنیم، مثلا میگیم که 240 باشد یا مثلا 240 باشد، کام از 300 باشد و یا هم 500 باشد. این کس ها را برای ما ریکارد هایشان را برای ما فیلتر کند. و در اینجا از این علامه این استفاده شد و گفتیم قیمت ها را در اینجا مشخص کردیم. خب فرام یعنی چیست؟ ویر سالری، اینجا ویر رو باید ذکر کرد. ویر سالری ان، اینجا قوس را باز میکنیم و در این قسمت قوس را بسته میکنیم. خب حال رنج را تعیین کردیم و این قیمت ها را تنها اگر باشد برای ما نشان میده. بله 300 چون در اینجا هست، 240 در اینجا هست و 500 در اینجا هست، آنها را برای ما نشان داد و 450 هم یک ریکارد داریم، آن را نشان نداده است. مثلا می‌خواستیم که این قیمت نباشه 300، تنها 450 باشه، واسه از این استفاده می‌تونیم. بله تنها این ریکارد های را برای ما نشان می‌دهد. و اگر خواسته باشیم که این ریکارد ها را نشان ندهد و متباقی را نشان دهد، در این قسمت نوشته می‌کنیم not in. خب حال این سه ریکارد را نشانه میدهد، متباقی همه را برای ما نشان میده. بله. خب میایم بر لایک چی نوع آپریتور هست. مثلا میخواستیم که طوری سرچ کنیم یا طوری دیتا را فیلتر کنیم کسایی که نامشان، آغاز نامشان مثلا با اس شده باشد. در آن صورت اس نوشته میکنیم و علامه فیصدی را ذکر میکنیم. اگر میخواستیم که ختم نامشان با اس شده باشد به این ترتیب، و اگر خواسته باشیم که کلمه اس را در خود داشته باشند، در آن صورت باز هم از استفاده می شود و آنها را برای ما فیلتر میکنیم. مثلا نوشته میکنیم که select all from، در این قسمت نوشته میکنیم employee info، نوشته میکنیم beer نیمشان یا first name لایک نوشته میکنیم. یعنی در اینجا سینگل کوتیشن رو باز میکنیم چون متن هست. میگیم کسایی که آغاز نامشون با اس شده باشه، با اس. چند نفر داریم که آغاز نامشون با اس شده؟ در اینجا یک نفر، دو نفر هست. اینها را برای ما نشان میدهد. بله یک نفر هست در اینجا که آغاز نامش با اس شده هست. و ببینیم یک شخص دیگر هم فکر میکردیم که خب تنها یک شخص داریم که آغاز نامش با اس شروع می شود، اس هست، دیگر کس در ریکارد در اینجا نیست در تیبل. اگر خواسته باشیم که ختم نام آن با اس شده باشه، تو کس مثلا شاید بله داریم، بله میگیم ختم نامش با ای شده باشه. کدام اشخاص هستن؟ بله
یک لیلا هست و یکی سمینه هست. ختم نامشان با چی شده؟ با ایشون. و به این ترتیب اگر خواسته باشیم میگیم که حرف ای را در خود داشته باشد. نام هایی که حرف ای را در خود داشته باشد آنها را برای ما پرینت کنیم. و در آن صورت از این وایلد کارت استفاده شده. و اینها همش ای دارند در خود. همش در خود کلمه یا حرف ای را در خود دارند. خب اگر میخواستیم مثلا به این ترتیب هم ما فیلتر کردن میتونیم که بعضی چیزها را مثلا ما میخواستیم که فیلتر کنیم. مثلا نام هایی که آغازش مثلا با کش شده باشد، با آر شده باشد، با دبلیو شده باشد، آنها را چی طور ذکر میکنیم؟ در آن صورت از این علامه استفاده شده و در اینجا علامه فیصدی را ذکر میکنیم. میگیم کسایی که آغاز نامش با آر شده باشد و یا هم با ال شده باشد، با اس شده باشد، آنها را برای ما نشان میدیم. فعلا تنها کسایی رو نشان میدهند که در اینجا باشند. آر هست، بله، ال هم داریم، اس هم داریم به این ترتیب. و اگر خواسته باشیم که اینها نباشند متباقی را نشان بدهد برای ما، آن صورت این کلمه امرش ذکر می شود و فعلا اینها را نشان نمیدهد و متباقی را برای ما نشان میدهد. بله، آغازش با آر یکیش هم آغاز با آر نشده، با ال هم آغاز نشدن و با اس هم آغاز نشدن. و اگر خواسته باشیم عوضی از کلمه این کلمه نیز استفاده کردم میتونم. مثلا اینکه بله نات. خب آر هست و در اینجا گفتیم که ال هست و اینجا این کلمه را هم ذکر کردم میتونم. مثلا میگیم که آغازش با ای شده باشد یا آغازش نشده باشد، باز از اینها استفاده کردن میتونم. یا میگیم که ختمشان، خب ختمشان با چی شده باشد؟ با این کلمات شده باشد. در آن صورت باز این طرف علامه فیصدی را ذکر میکنیم. خب شاید کسایی باشند که ختم نامشان، بله، در اینجا ختم نام را گفتیم که با چی شده باشد؟ آر داریم، نشده باشد ساری، میگیم که شده باشد. در آن صورت باز این ذکر میکنیم. بله اینها هستن اس و اینجا ال هست، آر کسی را نداریم. اگر خواسته باشیم که نشده باشد باز در آن صورت از این علامه استفاده می شود. این کلماتی را که ما در اینجا ذکر کردیم حروف را کسایی را نشان میدهد که آخر نامشان با این حروف ختم شده باشد، متباقی را نشان میدهد. بله. پس به این ترتیب ما می توانیم از لایک استفاده کنیم و از علامات مختلف دیگر هم استفاده کنیم و بیر را استفاده میکنیم. وایلد کارت ها را ما استفاده کردیم، سابستیتوت هم کردیم و یک ای حرف مانده. مثلا اگر خواسته باشیم که نام را طوری سرچ کنیم در این قسمت، میگیم که کسی که مثلا آغاز نامش را نمیفهمیم که حرف اولی آن چی هست، لیکن حرف بعدیش ای باشد، حرف بعدیش چی باشد؟ ای باشد، آن کس را برای فیلتر کن. حرف بعدیش ای باشد. خب در این قسمت ببینیم کدام ریکارد را برای ما نشان میدهد. این کس ها هستند که حرف بعدیش ای است، حرف اولشان متفاوت هست. و به این ترتیب اگر از این طرف میخواستیم هم این کار را کرده میتونستیم. میگیم که ختمشان با ای و حرف آخرش را نمیفهمیم. بله، چون این ریکارد ما در تیبل نداریم، اگر داشته باشیم بر ما نشان میدهد. خب این بود سلکشن و سلکشن ما خواندیم. انشاءالله که ما کدام کارها را انجام دادم میتوانیم. و در ضمن در اینجا آپریتورهای مختلف دیگر نیز داریم، از جمله اند هست و آر آپریتورها را داریم. اند آپریتور به خاطر استفاده می شود لاجیکال آپریتور هست، هرگاه همه شرایط ما ست نماید در آن صورت ریکارد را برای ما نشان میدهد و اگر یک شرطی هم ست نکند باز ریکارد را برای ما نشان نمیدهد. لیکن آر باز برخلاف از این می باشد، یعنی یک شرطی اگر هم ست کند ریکارد را برای ما نشان میدهد یا ریکارد را ما سلکت کرده میتوانیم. خب چطور اینها کار میکنیم؟ مثلا میایم در این قسمت نوشته میکنیم که select all from employee info، تمام ریکارد ها را اول برای ما نشان بده و بعد میخواستیم در اینجا از اند استفاده کنیم. میگیم select کو from employee info، در اینجا شرطی وضع میکنیم. بیر میگیم در صورتی که نام شخص یا first nameش مساوی شده باشد و رفیق. و در اینجا میگیم که and در آن صورت مثلا نوشته میکنیم که
last nameش مساوی شده باشد و بارگذاری. بله فعلا یک ریکارد مشخص را برای ما نشان میدهد. first name را اشتباه نوشته کردیم. first name. خب یک ریکارد را برای ما نشان میده چرا که هر دو شرطی همزمان صدق میکنند. اگر یکیش هم اشتباه باشد ریکارد را برای ما نشان نمیدهد. مثلا اگر این را نوشته کنیم که خب یک تخلص دیگر کس را مثلا کریمی نوشته کنیم، چون شرطی اول صدق میکنه درست از فرست نیمش چیز است لیکن لاست نیم صدق نمیکنه، از او خاطر ریکارد هم بر ما نشان نمیدهد، چون این ریکارد ما در تیبل نداره. خب اگر خواسته باشیم که مثلا از این کیوری خود کنترل سی میکنیم و در اینجا نوشته کنیم میگیم که فرست نیمش رفی باشد و دیپارتمنتش مثلا میگیم که دیپارتمنتش کدام دیپارتمنت باشد، دیپارتمنت 8 باشد. واسه هم ریکارد مربوطه را برای ما نشان میدهد. دیپارتمنت ایدیش چند باشد میگیم مساوی باشد با 8. ولی فعلا هم ریکارد دقیق را برای ما نشان میدهد. خب اگر خواسته باشیم که به این ترتیب آر را نوشته کنیم و در آن صورت یکی از شرایط اگر صدق هم کند ریکارد ها را برای ما نشان میدهد. اگر عوضی آر نوشته شود آر و این شرطی دوم صدق هم نکند لیکن ریکارد را برای ما نشان میدهد، چون که شرطی اول صدق میکند. شرطی اول صدق میکند نامش رفیع هست لیکن دیپارتمنت ایدی کسی که تو هست او را هم برای ما نشان میدهد. اگر یک از شرایط هم صدق کند ریکارد را برای ما فیلتر میکند، لیکن اگر آن را استفاده کنیم در آن صورت اگر همه شرایط صدق کند ریکارد را فیلتر میکند، در غیر آن فیلتر نمیکند. و من در این قسمت اگر میخواستیم چیز دیگری داریم به نام تاپ کلاس داریم و خاطر انتخاب کردن ریکارد استفاده می شود که مثلا تاپ چند ریکارد ما انتخاب کنیم. از این تیبل خود در این قسمت نوشته می کنیم که select مثلا نوشته می کنیم تاپ مثلا 2 records from employee info. حالا 3 ریکارد را بر ما از employee info نشان می دهد و در اینجا مثلا ولی 3 ریکارد را به این ترتیب 4 5 6 هر چقدر ریکارد را خواسته باشیم نشان داده بر ما میده. عوضی از این عدد ما میتونیم که مثلا از خود چی استفاده کنیم، پرسنت هم استفاده کنیم. مثلا نوشته میکنیم که select این چیز تاپ 3% نوشته میکنیم 3% 3% را از این ریکارد را بر ما نشان میده. یک ریکارد را شامل می شود. مثلا اگر بگوییم که چند فیصد 20% را برای ما نشان بده و بعدا بله 20% دو ریکارد می شود و اگر گفتیم 40% را نشان بده در آن صورت ببینیم چند ریکارد را برای ما فیلتر می کند. بله تعداد ریکارد ها را برای ما فیلتر کرده می تواند و خاطر انتخاب کردن چند ریکارد های مشخص در اینجا از استفاده می شود و اساس فیصدی از اینجا هم استفاده کرده می توانیم. و یک چیز دیگر هم در اینجا باقی مانده و است که الیاس ها هست. الیاس ها به خاطر چی استفاده می شوند؟ به خاطر تعویض کردن نام یک تیبل و یا هم نام یک کالم استفاده می شود. مثلا اگر خواسته باشیم بعضی چیزها را نام هایشان را تعویض کنیم در آن صورت مثلا اینجا روشن میکنیم که select کو این نیم را این نیم نداریم first name از اینجا از برش میگیم و نوشته میکنیم که first underscore name from employee info. خب حال چی کار میکند؟ این ریکارد رو انتخاب میکند و نام را ای برش مشخص میکند. خب first name دیگر چیز شد. اینطوری تیبل را هم رینیم کرده میتونیم و اگر خواسته باشیم چند کالم دیگر را هم رینیم کرده میتونیم. نوشته میکنیم که select کو مثلا salary را یا مثلا نوشته میکنیم select salary را بگیرید جمع چند کنه، جمع 20 کنه، از نوشته میکنیم new salary from employee info.
حال چی کار میکنه؟ سالری را میگیرد جمع 20 میکند و بعدا به نامش تعویض میشد به نیو سالری و بر ما پرنتش میکنه. به این ترتیب. خب این بود مربوط به سلیکت و سلیکشن که در این قسمت کور شد. متواقع انشاءالله در درس‌های بعدی میبینیم. خدا کنه که چیزی را مختار باشد. تشکر.